الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 103 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما رکنهای عبادت و شرطهای صحت عبادت را بیان می نماییم. بله، در حلقه های گذشته ما در این موضوع 2 حلقه را مخصوص این موضوع قرار دادیم. یک حلقه 2 رکن عبادت را بیان نمود و یک حلقه دیگر 3 شرطهای صحت عبادت را بیان نمود. لیکن تکرار ضرری ندارد، زیرا که این موضوعی که ما در صدد آن هستیم، در بالای آن صحبت میکنیم، موضوع عبادت است و عبادت از توحید الوهیت است. الله رب العزة والجلال میگوید فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یادرس بکن، همانا که یادرس کردن به مؤمنها فایده می آورد. بله، هر عبادتی که بنده انجام می دهد باید این 2 رکن و 3 شرط را داشته باشد. رکن اول این اخلاص به الله رب العزة والجلال و توحید است و البته که این همون طلبات و مقتضای شهادت لا اله الا الله است. یعنی وقتی که ما شهادت دادیم، گواهی دادیم و گفتیم که نیست معبودی بر حق بجز الله و باوری کردیم، تصدیق کردیم، قبول کردیم و عمل کردیم و همین کلمه از ما یک چند طلبات و تقاضا داشت و اولین و بزرگترین تقاضا و طلبات این کلمه توحید انمین توحید الوهیت است. یعنی باید عبادتت را فقط و فقط به الله انجام بدی، غیر الله را عبادت نکنی و هر عبادتی که به غیر الله انجام داده می شود به اون کفر ورزی. یعنی چگونه کفر می ورزی؟ اعتقاد بکنی که عبادت کردن غیر الله باطل است و همه آن کسانی که غیر الله را عبادت می کنند زیان کشیده اند و این عملهایشون باطل است و مشرکند. انا همین را میگن کفر به عبادت غیر الله و کفر بالطاغوت و این 2 کلمه اولی شهادت است که اشهد ان لا اله گفتیم. انا منجا انکار کردیم عبادت غیر الله را، یعنی نیست معبود، نیست یگان معبودی بر حق که عبادت کرده شود، یعنی بجز الله دیگر معبودهایی که هست همه اش باطل است و عبادت کردن اونها هم باطل است. الا الله، بجز الله، یعنی یگانه ذاتی که عبادت کردنش حق است و یگانه معبودی ذاتی که مستحق عبادت است الله است. پس همین لا اله الا الله از من شما طلب می کند که عبادت را به اخلاص انجام بدهیم. یعنی اخلاص چی؟ از شرک خالی، یگانه با الله انجام دادن عبادت و ترک شرک
و کفر ورزیدن به شرک و براءت کردن از شرک و مشرک. الله سبحانه و تعالی در سوره بینه آیه 5 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. ما امر نکردیم بجز این که یگانه الله را عبادت بکنید. لیعبدوا الله ای لیوحدوا الله، یعنی در عبادت موحد باشید، توحید در عبادت داشته باشید، عبادت را با توحید به الله انجام بدید، یعنی عبادت را فقط به الله انجام بدهید. مخلصین خالصانه بکی له به الله، له الدین حنفه، تمام شریعت تمام دین را خالصانه به الله انجام بدید و بدونید که همه دین از آن الله است. بدانید که هر عبادتی که توحید ندارد او عبادت بی‌فایده است و قبول نمی شود. این به یگان شک است و یقینا بدانید عبادت مشرکین قبول نیست. در حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خبر میدهند که حدیث قدسی است که الله میگوید انا بریئون، من بیزار هستم، من براءت خودم را اعلام میکنم از کی و از چی؟ من الشرک و اهلی. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. هر کسی که عملی را انجام بدهد که به شرک آمیخته شده باشد یا مشرک باشد، من خودش را و شرکش را ترک میکنم. الله از اون براءتش را اعلام کرده است. براءت من الله، الله آشکار براءتش را از مشرکین اعلان کرده است. براءت چیست؟ یعنی الله میگه که اینها کافرند، اینها مشرکند، من به اینها غضب میکنم، من به اینها رحمت نمیکنم، اینها را من به دوستی انتخاب نمیکنم، اینها دشمنانی من هستند که مشرک هستند. پس بدانید الله و رسولش از مشرکین براءت خود را اعلان کردند. ان الله بریء من المشرکین، ان الله بریء من المشرکین و رسول، همانا که الله بری هست از مشرکین و رسولش. پس عبادت مشرکین قبول نیست، باید اخلاص داشته باشید. آیا اخلاص خود به خود به وجود می آید؟ نه، با آموختن عقیده به وجود می آید. کسی که عقیده نآموخته است و عقیده را نمی داند، اخلاص را نیز نآموخته و نمی داند. کسی که عقیده ندارد فهمیده می شود که توحید ندارد. کسی که نآموخته است عقیده را، توحید را نآموخته است، پس ایمان ندارد. بارک الله فیکم. این بود رکن اول که به طرز اختصار شدید به شما بیان کردیم. رکن دوم متابعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی پیروی کردن، متابعت کردن در عبادت به رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه به کسی دیگری. و این مقتضا و طلبات شهادت دوم است که ما شهادت دادیم و گفتیم که و اشهد ان محمدا او محمد رسول الله، و شهادت میدهم که همانا به درستی که محمد این رسول الله صلی الله علیه وسلم است. لا اله الا الله از ما می طلبد و تقاضا می کند که عبادت را یگانه به الله انجام بدهیم و از عبادت غیر الله براءت بکنیم و کفر به عبادت غیر الله بورزیم، کفر بالطاغوت. و اشهد ان محمد رسول الله از ما تقاضا می کند و طلب می نماید که پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه جانب بکنیم و به خصوص در عبادت. یعنی عبادتی که انجام می دهیم باید ثابت شده از سنت باشد.
یا رسول الله قولا گفته باشند که این عبادت است، یا عملا فعلا انجام داده باشند یگان نمود عبادت رو، یا اقرار کرده باشند یگان عبادت رو، یگان عملی عبادتی رو. هر عبادتی که رسول الله به ما خبر دادند قولا و هر عبادتی که انجام دادند و هر عبادتی صحابه های رو دیدند و انکار نکردند و قبول کردند، دانید که این عبادت است. و به همین نمود عبادت ما الله را یگانه و خودش را یگانه و تنها خودش را عبادت میکنیم. این شوخی نیست. امروز در بین امت اسلام این دومین رکنی عبادت سبحان الله ناقصی دارد، کمبودی دارد. امروز کی خواهد و کسی که خواست یک عبادت نوی را از خودش به وجود می آورد. مولود عبادت است از نظر گمراهان. چرا از نظر گمراهان؟ برای آن که آیا رسول الله به زبانشان قولا گفتند که مولود کنید؟ نگفتند، حدیثی نیست. آیا عملا اجرا کردند، فعلا مولود را انجام دادند با همراه صحابگان؟ نیست. آیا صحابگان مولود را انجام دادند که پیامبر دیده باشند و اقرار کرده باشند؟ نه. آیا بعد از وفات رسول الله صحابگان تابعین قرون المفضله 3 عصر اول انجام دادند؟ نه. پس این چیز بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان که به وجود آمد، این بدعت است و همه بدعت گمراهی است و همه گمراهی آتش جهنم است. خیلی که به این حدیث ابن ساریه به روایت ابو داوود و حدیث جابر بن عبدالله به روایت امام نسائی که حدیث های صحیح هستند دلالت میکند که هر چیزی نو پیدا شده بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم این بدعت است و هر یک چیزی بدعتی این گمراهی است، انسان رو به گمراهی میبرد و انسان گمراه میشود و همین گمراهی عاقبتش نار جهنم است. پس نظر بکنید به عزاداری ما، نظر بکنید به توی کردن و خورسندی ما، نظر بکنید به سبحان الله سفری ما، نظر بکنید از سفر بازگشتنی ما، نظر بکنید به کار کردنی ما، معامله های اقتصادی ما، نظر بکنید به حالت های جنایتی ما برای حل فصل کردن مسئله ما، نظر بکنید به مراجعت کردن محکمه ها که به کدام محکمه مراجعت میکنیم، نظر بکنید به طلبات حکم که ما کدام حکم رو میخواهیم. الله المستعان. نظر کنید به معامله های بین ما و بین مسلمان ها که آیا موالات داریم و نظر بکنید که به اون معامله هایی که بین مسلمان های کفار به وجود آمده است بدعتی مسائل به نهایت زیاد شده است. بدعتی چیست؟ یعنی ما در بسیار عملهایمان پیروی از رسول الله نکردیم و خودمون یک چیزی نوی رو به وجود آوردیم، یا خودمون یا فرقه های باطل به مانند رافضه ها آورد یک عده بدعت هایی رو که مخالفی عملهای پیامبر است، پیامبر نکرده چیزها است، و چیزی دیگری رو صوفی ها، قسم دیگری رو اشعری و ماتریدی ها، قسم دیگری رو خوارج ها، قسم دیگری رو معتزله ها و جبری ها و جهمی ها، و قسم دیگری رو امروز حزبی ها، دموکراتی و لیبرالی ها، علمانی ها. هر یک این طائفه ها به خودش یک قاعده و قانون، یک عبادت و یک عقیده آورد که مخالفی قول و فعل و اقرار رسول الله است. یعنی یگان ذره موافقت به سنت پیامبر نمیکرد، متابعت به رسول الله ندارند. امروز تحریری ها را میبینید به خاطر حزب تحریر هجرت میکنند، ناله دارند، اذیت میکشند، خودشون را حق میگویند، دیگر مسلمان ها را انکار میکنند. سوال اینجاست که آیا عقیده اشون و منهجشون و هدیشون موافقی پیامبر صلی الله علیه و سلم هست؟ با این حزب به الله تقرب میکنند و با این منهجشون به الله خود را نزدیک میکنند و همین را عبادت میدانند. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین عمل کرده و به همچنین عمل اجازت دادند؟ نه. حزب تحریر یک حزب باطل است. جماعت تبلیغ میبرایند 5-6 نفر حرکت میکنند، کوشش میکنند، دعوت میکنند. بله خوب است، بعضی از علما میگن خوب است، اما دعوتشون آیا به سوی توحید است یا که به سوی اخلاق است یا به سوی شرک است؟
دعوت میکنند به سوی آداب و اخلاق، به سوی دیگر چیزهایی که مهم نیست. چرا که انسانی که مشرک است برای وی آداب مهم نیست. اولین آداب به الله است که باید الله را یگانه عبادت کرد. کسی که مشرک است بی آداب ترین انسان است که آداب را نسبت خالق خود، رازق خود، مالک خود، اله خود الله رب العزت و الجلال انجام نداده است. این مشرک بی آداب و بی اخلاقی آداب به الله ندارد، به اون آداب نسبت انسان و مختن فایده ندارد. جماعت تبلیغ دعوتشون آیا موافقی دعوت پیامبر بود؟ نه. برای که پیامبر دعوت میکردند اول به سوی توحید. انسان وقتی که موحد شد بعد به سوی دیگر عملها. وقتی که انسان مشرک است به او وضو تعلیم دادن، به او نماز تعلیم دادن فایده ندارد. این مشرک است، نماز او قبول نیست. پس آیا در عبادتشون، در همین دعوت عبادت است، در دعوتشون منهجی متابعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم دارد؟ طلبات مقتضای شهادت محمد رسول الله را انجام دادند؟ نه. قبول است؟ نه. حزب نهضت اسلام امروز به اروپا هجرت کرد و در اونجا تلاش و کشمکش ها دارد. نسبت یک طاغوت دولت دموکراتی کفری رده‌ای دیگر مبارزه میبرد. البته دولت دموکراتی تاجیکستان و غیر تاجیکستان همش دولت کفری هست، حاکمش لشکرش همش کافر است، شکی نیست. اما حزب نهضت که خودش را یک حزب جهادی، یک حزب اسلامی، نهضت اسلامی، یک گروه جماعت اسلامی میداند، آیا امروزه راهی که به خود پیش گرفته است اخلاص دارد یا ندارد؟ بله شاید اخلاص داشته باشد. شاید حزب نهضت اون پیروانی که حزب نهضت هستن باید بله شاید اخلاص داشته باشد. یعنی همین عملشان رو فکر میکنن که تنها به خاطر الله انجام داده شدن. هجرت رو به خاطر الله کردیم، امروز حرکت ما به خاطر الله هست میگن. رکن اول رو انجام دادن. به رکن دوم نظر میکنیم که آیا همین عمل که امروز کرده شدند موافق به طلبات سنت رسول الله هست یا نیست؟ آیا عملشون متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست یا نیست؟ نه. چرا که اینها دعوا میزنند از دموکراسی، دعوا میزنند از لیبرالیسم، دعوا میزنند از سکولاریسم. علمانی هستند اینها. یعنی به کدام معنا اینها دین را از دولت جدا گفته، یا که این چنین نگویند هم در همین عصر حاضر بهترین نظامی که مردم سالار است و تطبیقش خوب است و بهترین است میگن این نظام دموکراتی فرانسوی علمانی کفری شرکی است و اراده کردند تطبیق دموکراسی را. دعوا میکنند شب روز همین رو و شب روز برای پیشبرد همین منهج سخن میکنند. از ترس، از مجبوری، از دیگر راه نبودن در همه حالت کفر است، شرک است، اینو مشرکند. شرک از ترس اکراه نیست، ترسی که به اکراه نرسیده است، ترس دروغین میتوانند که ترک کنند، اینها رو کسی مجبور نکرده است، شرک است. شرک عذر ندارد در این حالت. یگانه راه اکراه است و اکراه معروف است، ضوابط خودش رو دارد. و پس امروز حزب نهضت اگر بگوید که ما اخلاص داریم در عبادتمون، گوید هم خطا است. یعنی حزب نهضت هم رکنی اول اخلاص به الله را در توحید ندارد و هم رکن دوم را ندارد. رکن اول این است که عملش به الله انجام داده نمی شود. شرک را کسی بکند، حکم غیر الله را خواهد و به الله انجام داده شده من این عبادت رو گوید، این باطل است. اینها مشرکند. شرکشان این است که اراده، شرک اراده است. اراده حکمی غیر الله کردن. دوم شرکشان شرک تحاکم است. اینها به محاکمه کشیدند دولت دموکراتی کفری تاجیکستان را به محکمه های بین المللی، به سود بین المللی کشیدند و به همون محکمه شب و روز شکایت میکنند. البته که این کفر است. مراجعت کردن به محکمه بین المللی کفر است. محکمه غیر الله است، غیر شرعی است، تحاکم به سوی طاغوت جاهلی است.
راضی شدن به سوی تحکم، دعوت کردن کسی به سوی تحکم و با خود را مسلمان گفتن، این ناممکن است، این شرک است و این شرک آشکار است. و بعد از این موالات کفار، تطبیق کردن حکم غیر الله یا که اراده تطبیق حکم غیر الله سبحانه و تعالی، این بزرگترین موالات و موالات اکبر است. پس امروزه جماعت ها همش همچنین است. رافضه ها در رکن اول و رکن دوم مشرک شدند، صوفی ها در رکن اول و در رکن دوم مشرک شدند. نه اخلاص به الله دارند، یعنی عبادت رو تنها به الله انجام نمیدن، بلکه به ولی، به پیامبر، به ملائکه، به چیز دیگری انجام میدن، به خودشون یگون امامشون، و این چنین مطابقت پیامبر صلی الله علیه و آله ندارند. اشعری، ماتریدی، هر یک فرقه باطل رو نظر بکنید، رکن عبادت اونها شکسته است و رکن عبادت اونها ندارند. یگانه فرقه ای که رکنهای عبادت رو به جا می‌آورد، اینها مسلمانان، اینها اهل سنت و الجماعت هستند که عبادتشان را تنها به الله انجام میدهند، توحید در عبادت دارند و هر عبادتی که انجام میدهند به نشان داد رسول الله این عبادت را انجام میدهند و این عبادت را از الله و رسول گرفتند و از پیش خودشان یگان عبادت را انجام نمیدهند. ان همین است. هر جماعت را میخواهی که بفهمی که حق است یا باطل است، قاعده را بگیر. قاعده این است که نظر بکن که اینها اخلاص در همون عمل دارند، یعنی توحید عبادت دارند، و بعد از این نظر بکن که آیا همین جماعت ها عملشون موافقی سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هست، یعنی مطابقت از رسول الله میکنن یا نمیکنن. وقتی که دیدی که ذره در اخلاص و ذره در مطابقت پیامبر صلی الله علیه و آله مشکلی دارن، ترکشون بکن، به جماعت ها خودت را نسبت نده. اخوان المسلمین که معروف است نه در رکن اول اخلاص به الله توحید عبادت دارند و نه مطابقت رسول الله. خیلی که ما در زمان حکومت مرسی اخوانی ها دیدیم که اینها عمل رو به الله انجام نمیدن، بلکه دموکراسی رو کردند، عملشون شرک است. و بعد از این پیروی از رسول الله در حکومت داری نکردند، حرکت کردند که کفار از اینها راضی شود، لیکن کفار راضی نشد. از همین جهت ما گفتیم در همان وقت و امروز هم میگیم، ای مسلمان ها به نام مسلمانید، یا که ای مؤمن و موحد، هر چی کردید بدانید که مشرکین و کفار از من و شما مسلمان ها راضی نمیشوند. والله بالله تالله، هر چی قدر حرکت کردید که اونها را از شما راضی شوند، تطبیق دموکراسی اونها را کردید، چیزی کردید نکردید، شما مسلمان تا زمانی که نام دارید از شما آنها راضی نمیشوند و بالاخره شما را البته شرمنده آور در این دنیا شکست میدهند. و این گفته الله است. الله یهود و نصارا را خلق کرد و میداند و به من و شما خبر داد از دل اونها و از نیت اونها و از برنامه اونها. الله گفت لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هرگز یهود و نصارا از شما ای مسلمان ها راضی نمیشه تا زمانی که به ملت اونها وارد شوید، یعنی دین اونها رو قبول بکنید. به نام مسلمان ایستاده اگر 100 اونها رو خود که راضی کنید راضی نمیشون، چرا که اونها دشمنی مسلمان ها هستند. چخیلی که الله در آیت قرآن میگوید که این اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. سختترین کسانی که دشمنی دارند به مسلمان ها اینها یهودند و بعد از این دیگر مشرکا و بعد از این نصارا، برای که نصارا از یهودها دیده کمی دشمنشون پستر است، اما امروز این نصرانی ها بازیچه دست یهود شدند و به نقشه یهود بازی میکنند. و این معروف است که در آخر الزمان ملت کفر یک ملت میشود، همش یک ملت میشود. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، الله به من و شما خبر داد در سوره حشر آیه 7 که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چیزی که رسول الله آورد از همون رو بگیرید، یعنی به همون عمل بکنید. هر چیزی که رسول الله نآورد به او دست نزنید، چیزی رسول الله نآورده رو شما انجام ندید. یعنی هر چیزی که در سنت رسول الله آمد به جان دل قبول بکنید، چنگ بزنید، سخت چنگ بزنید، و هر چیزی که از رسول الله ثابت نشد
او رو ترک بکنید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و هر چیزی که رسول الله شما را نهی کرد یک بار بس بکنید. و این بود دلیل شرط دوم، بگیم که رکن دوم. و یک آیتی هست در سوره کهف، آیت 110 که در یک آیت هر دوی رکن رو الله بیان کرده و جمع کرده است. الله میگه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد. پس عمل نمو عملی صالح رو و در عبادت ربت یگون کسی رو شریک قرار نده. عملی صالح یعنی چی؟ عملی درست، عملی خوب. عملی درست و خوب کدام عمل است؟ عملی که موافق هدی و منهج و راه رسول الله صلی الله علیه و باشد، موافق امر رسول الله، موافق شرع رسول الله باشد. و بعد از این الله چی گفت؟ ولا یشرک. وقتی که عملتون موافق سنت باشد، پس همین عملی که موافق سنت است تنها به الله انجام بدهید و این عمل را به غیر الله به کسی دیگر انجام ندهید. در این عمل شرک را آمیخته نسازید، ریا و غیره را آمیخته نسازید. و سخن بزرگی فضیل ابن عیاض رحمه الله به من شما معروف است که عمل احسن العمل کدام عمل است؟ فضیل ابن عیاض گفتند احسن عمله، آیتی که آمده است احسن عمله یا که احسن العمل، این همون عملی هست که موافق سنت باشد و همون عبادت و عملی هست که خالصانه با الله انجام داده باشد. خالص چی؟ خالص یعنی تنها با الله انسان انجام میده. ثواب چی؟ ثواب عملی که موافق سنت باشد. از همین جهت فضیل ابن عیاض گفتند عمل وقتی که موافق سنت باشد و خالصانه با الله، تنها با الله انجام داده شده باشد و انسان موحد باشد، این عمل قبول است. در دیگر حالت عمل قبول نیست. اگرچه عملی شما از سنت رسول الله ثابت شده باشد اما انسان شرک را انجام بدهد با همراهی عملش، این عملش حبطه است، قبول نیست. و هر کسی که عمل را خالصا لله انجام بدهد اما عملش موافق سنت نه، این عملش هم مردود است، قبول نیست. خیلی که حدیث مادرمون عایشه رضی الله عنها بخاری و مسلم روایت میکنن، حدیث متفق علیه است که میگویند من حدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. و در روایت ما مسلم اومده است از مادرمون عایشه که من عمل عملا ليس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که عملی رو انجام بدهد که موافق سنت نیست، یعنی عملش موافق سنت نیست، پس این عملش رو خالصا به الله انجام بدهد، در شب خیزد انجام بدهد، در ماه رمضان انجام بدهد، در مکه انجام بدهد، در درون خانه الله انجام بدهد، هم یعنی در کعبه، عملش قبول نیست، برای که عملش موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و نیست. و هر کسی که عملش 100% موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و باشد اما اخلاص نداشته باشد، این عملش هم قبول نیست. برای اینکه الله به من و شما چه خبر داد؟ گفت که من به شما امر کردم که عمل را خالصانه فقط به من انجام بدید. سوره بینات 5. پس برادرانی عزیزم و خواهران بزرگوارم، از همین جا فهمیده می شود که عملهایی که انسان ها انجام می دهند به 4 قسم تقسیم می شود. یکم نمود عملی که خالصا لله است، عمل و عبادتی که توحید با خودش دارد. خالصا لله یعنی توحید دارد و همین عمل مطابق سنت پیامبر است، یعنی انسان عمل را از سنت گرفته و تنها به الله انجام میدهد، این عمل قبول است. همین عملی هست که الله از ما میخواهد و همین عمل رکن عبادت را به جا آورده. و دومین عملی هست که انسان‌هایی هستند که عمل را موافق سنت پیامبر انجام میدهند اما در عملشون اخلاص وجود ندارد، قلبشون اخلاص ندارد، یعنی جانب متابعت رکن دوم را به جا می آورند اما جانب توحید را ترک می کنند. عبادت این چنین انسان ها قبول نیست. سومین نمود عبادت هست که انسان خالصانه یگانه به الله انجام می دهد، یعنی رکن اول عبادت را انجام می دهد اما رکن دوم که متابعت پیامبر است ترک می کند. سبحان الله. یعنی این انسان الله را عبادت کرده است اما
بغیر شریعت الله و رسولش الله را عبادت کرده است. یعنی به نشان دادی رسول الله را عبادت نکرده، بلکه به نشان دادی خودش عبادت کرده است. قبول نیست. چهارمین نمود عبادت قسمی که نه اخلاص دارد و نه متابعت دارد، به مانند عبادت های صوفی ها و عبادت های دیگر از مشرکین که قبر را می پرستند، شرک یعنی توحید ندارند و بر ضمن این باز دیگر این از سنت پیامبر هم نیست. بارک الله فیکم. این بود رکنهای عبادت و من مختصرا به شما یک باره در همین حلقه شرطهای عبادت را انجام میدم، بیان میکنم. و وقتی که من و شما دو رکن عبادت را به جا آوردیم، رکن اول اخلاص، رکن دوم متابعت رسول الله و خوب به شما شرط دادیم، باید نظر بکنیم به اطراف عبادت که عبادت شرط دارد. رکن چیست؟ رکن یعنی یک چیزهایی که از درون خود عبادت است. عبادت خالصا لله باشد و عبادت شما موافق گفته رسول الله باشد. اما شرط بیرون از عبادت، گرد و اطراف عبادت. از همین جهت علما شرط صحت عبادت را اطراف عبادت میگند. شرط صحت یعنی این شرط ها نباشد عبادت صحیح نمیشود. عبادت همان وقت پره می شود، کامل می شود، صحیح می شود، بنیاد می یابد، به وجود می آید که محبت داشته باشد، انسان در قلبش محبت الله داشته باشد، خوف ترس از الله داشته باشد و رجا و امید به الله داشته باشد. و بعضی از علما همین سه چیز را مانند کرده اند و تشبیه داده اند به این که گفتند محبت این سر یک پرنده است و جسد پرنده این رجا و امید است و دو بگوییم قناتش این خوف است. و بعضی از علما گفتند سری پرنده و جسدش این محبت است، یعنی همون سری پرنده و جسدی که دارد این محبت است و قنات طرف راستش این رجا و قنات طرف چپش این خوف است. یعنی یک پرنده آیا بی قنات پرواز کرده میتواند؟ نمیتواند. آیا بی سر زندگی کرده میتواند؟ نمیتواند. پس هر سه این چیز باید به وجود بیاد، هم محبت، هم رجا، هم خوف. ضرور است که بنده در حالت عبادت کردنش چی بکند؟ محبت، رجا و خوف داشته باشد. اگر یک جانب از جانب دیگری غالب آید، البته که به یگان مخالفت گرفتار می شود. سبحان الله. پس الله رب العزت و الجلال در بسیار آیات‌ها بیان کرده و به خوبی یاد کرده همون انسان‌های را که الله را با محبت و خوف و رجا عبادت می‌کنند. در سوره انبیاء 92 آمده است که الله میگه و یدعوننا رغبا و رهبا، ما را عبادت می‌کنند در حالتی که رغبت دارند به چی؟ به جنت ما امید دارند. رغبا یعنی رجا و رهبا و خوف و میترسند. ودعوه خوفا و طمعا، سوره اعراف 56. یگانه الله را دعا بکنید در حالتی که از الله میترسید و طمع دارید به چی؟ به جنت. طمع میکنید به جنت. و در سوره اسراء 57 آمده است و یرجون رحمته و یخافون عذابه، یعنی مؤمنین وقتی که الله را عبادت میکنند امیدی رحمت الله دارند و ترس از عذاب الله دارند. یعنی وقتی که شما الله را عبادت میکنید طمع، امیدی، آرزوی جنت الله را بکنید، امید رحمت الله را بکنید و از عذاب الله که این جهنم است و نار است باید بترسید و محبت الله را داشته باشید. در سوره زمر الله میگه یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. پس بدونید که هر کسی که در جانب خوف سخت روی کرد گمراه شد، یا در جانب رجا سخت روی کرد گمراه شد. هر کسی که در جانب خوف سبحان الله رفت غلو کرد، این چی شد؟ وعیدیه شد، خوارج شد. و هر کسی که در جانب رجا امید سخت روی کرد و غلو کرد، این چی شد؟ سبحان الله یک مرجع شد. هر کسی که امید رجاش بر بالای خوف غلبه میکرد این مرجع میشد.
وعیدیه می شود. و هر کسی که جانب خوفش بر بالای رجا زیاد می شود این خوارجی وعیدیه می شود. یکیش وعدیه یکیش وعیدیه. مرجئه را وعدیه میگن، خوارج را وعیدیه میگن. یعنی مرجئه به شما وعده میدهد که عمل نکنید هم رفتن میگیرید به جنت، اما خوارج شما را میترساند که حتی عمل یک گناه کبیره کنید هم داخل جهنم میشید. جانبی ترس را زیاد کردند. وعید یعنی میترسانند، بیم میدهند. و هر کسی که جانب محبتش غلبه کرد، به مانند صوفی ها که میگویند که ما الله را عبادت میکنیم نه ترس از عقاب الله، نه طمع یعنی امید از جنت الله، بلکه ما الله را عبادت میکنیم به خاطر محبت الله. اینها مخالفت کردند به منهج افضل الخلق الرسول صلی الله علیه وسلم، اونی که الله را عبادت میکرد در حالت خوف از عذاب الله. یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی بودند که الله را عبادت میکردند در حالتی که از عقاب الله میترسیدند و طمع و امید و آرزو به ثواب الله به جنت الله داشتند و با همراهی این محبت به الله داشتند. پس یکی از این جانب ها از جانب دیگر نباید غلو بکرد. پس هر کسی که جانب خوف ترسش زیاد می شود بداند که او از رحمت الله ناامید می شود و مایوس از برکات الله، از رحمت الله می شود. و هر کسی که جانب رجاعش غالب می آید و غلو می شود، غلو می کند، بداند که سبحان الله خودش را از مکر الله امین می شمارد و در عاقبت هر دوی اینها هم گمراه میشن. و اما علما میگویند که انسان وقتی که گناه انجام داد باید جانب ترسش غلبه کمی کند و هر وقتی که انسان خودش را در طاعت و عبادت بسیار دید، در این حالت امید به رحمت الله بکند. پس این بود رکنهای عبادت و شرطهای صحت عبادت که باید ما انجام بدهیم تا که عبادت ما صحیح شود. بارک الله فیکم و حیاکم الله و ایاکم.